منتظر چی هستی؟ منتظر یه فرصت؟ منتظری کسی بیاد نجاتت بده؟ باید یه چیزی رو همین اول بهت بگم. رو راست. هیچ کس قرار نیست بیاد. نه اون کارفرما، نه اون پارتی، نه حتی اون دوست قدیمی که گفت یه روز کمکت میکنه. موفقیت یه قطاره که فقط وقتی راه میفته که تو راه بری. حرکت، تصمیم، انتخاب و اینا چیزاییه که منتظر تو هستن، نه برعکس. بذار یه سوال ازت بپرسم. آخرین باری که برای رویاها تلاش کردی کی بود؟ نه تو فکرت ها، تو عمل. چند بار گفتی از فردا؟ چند بار گوشی رو دستت گرفتی، کوک کردی، بعد گذاشتی کنار و گفتی ولش کن، فعلا وقتش نیست؟ تا وقتی بهونه هات قوی تر از انگیزه هات هستن هیچ کاری جلو نمیره. تو هر روز داری انتخاب میکنی. حتی وقتی تصمیم نمیگیری داری انتخاب میکنی که عقب بمونی. ولی بذار یه چیزی رو بهت بگم تا بیشتر متوجه بشی. دیر شروع کردن بهتر از هرگز شروع نکردنه. نمیخواد همه چی رو بدونی. نمیخواد همه چی فراهم باشه. فقط کافیه شروع کنی. قدم اول. با ترس، با تردید، با هر چیز دیگه‌ای. فقط شروع کن. مهم نیست کجایی. مهم اینه که کجا میخوای بری. شاید الان توی مغازه‌ای، شاید تو خونه‌ای، شاید توی اتاق کوچیک با 1000 تا فکر درهم برهم هستی. مهم نیست از کجا شروع میکنی. مهم اینه که بفهمی شروع کردن از کجا تو رو محدود نمیکنه. ولی واسطادن چرا؟ باور کن موفق ترین آدم هایی که میشناسی از صفر شروع کردن. بدون سرمایه، بدون رابطه، بدون شرایط عالی. فرقشون این بود. اونا تصمیم گرفتن وای نستن. همه شغل ها مهمن. ولی تو باید درخشش خودتو پیدا کنی. ببین، همیشه این تصور غلط وجود داشته که فقط یک سری شغل خاص شغلای مهمی هن. دکتر، مهندس، وکیل، مدیر. ولی بذار یه حقیقت مهم رو بهت بگم. دنیا رو اونایی ساختن که هر روز با تعهد کار کردن، فارغ از اینکه عنوان شغلشون چی بوده. اون کارگری که ساعت 5 صبح پا میشه و تو سرما میره دنبال نون. اون هنرمندی که هنوز کسی کارشو نمیشناسه ولی شب تا صبح تمرین میکنه. اون فروشنده که از پشت ویترین با لبخند امید میفروشه. تفاوتی که تو ایجاد میکنی از شغلت نمیاد، از طرز نگاهت میاد، از جوری که کارتو انجام میدی میاد. موفقیت فقط در دانشگاه نیست، فقط تو دفتر نیست. موفقیت توی ذهن آدمیه که با وجود 1000 تا مشکل هنوزم میگه من میتونم. همه میترسن. من، تو، حتی موفق ترین آدم هایی که میشناسی. فرقش اینه که اونا با ترس حرکت کردن. ما بعضی وقتا با ترس عقب نشستیم. این فرقمونه. ترس دشمن تو نیست. نشونه اینه که
مسیرت مهمه. کسی که هدف کوچیکی داره ترسی نداره، چون چیز زیادی برای از دست دادن نداره. اما تو اگه قلبت داره تندتر میزنه، وقتی به آرزوت فکر میکنی، یعنی راهش درسته. بذار باهات رو راست باشم. همیشه شرایط ایدئال نمیشه. هیچ وقت هم نمیشه. هیچ وقت. کسی که منتظر بهترین موقعیته هیچ وقت شروع نمیکنه. یه جمله طلایی بهت بگم. حرکت کن. حتی با ترس. چون سکون امن نیست. مردابه. امروز موبایل ها قوی تر از کامپیوترهای ناسا تو سال 1960. اینترنت داری، پس 1000 راه برای رشد داری. دوره آموزشی، یوتیوب، گوگل، پلتفرم های رایگان. مشکلت بی امکاناتی نیست. مشکلت اینه که هنوز شروع نکردی. الان بچه هایی هستن که با یه گوشی و یه اتاق کوچیک درآمد میلیونی ساختن. فقط چون شروع کردن، یاد گرفتن، تولید کردن، اشتباه کردن و دوباره ادامه دادن. پس بیا امروز رو همون روزی کن که 6 ماه بعد به خودت بگی خوشحالم که اون روز منتظر نموندم. اگه تا اینجا رسیدی، یعنی یه چیزی تو وجودت داره روشن میشه. یه صدای کوچیک که داره میگه وقتشه. پس بهت میگم فقط نگاه نکن، حرکت کن. همین الان یه تصمیم بگیر. یه کار کوچیک ولی جدی. حتی یه کامنت زیر همین ویدیو که بگی من امروز شروع میکنم با هر چی که هست. کسب و کار، مهارت، ورزش، مطالعه. این ویدیو تموم میشه ولی تو میتونی شروع کنی. اگه میخوای تو این مسیر تنها نباشی، لایک کن، سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن، چون من هر هفته اینجام تا بهت یادآوری کنم تو قوی تر از اونی که فکر میکنی و دنیایی که میخوای فقط یک شروع فاصله داره. میدونی چی آدم ها رو از هم جدا میکنه؟ نه هوش، نه پول، نه ژن خوب. فقط یه چیز. تصمیم‌های کوچیک روزانه. اون لحظه‌ای که تو میتونی یه ربع دیگه بخوابی یا پاشی و یه قدم به هدفت نزدیک‌تر شی. اون لحظه‌ای که میتونی گوشی تو برداری و تو اینستاگرام غرق شی یا یک ویدیوی آموزشی ببینی که مهارتت رو زیاد کنه. همین تفاوت‌های کوچیکه که تو بلند مدت آدم‌های فوق‌العاده رو از بقیه جدا میکنه. موفقیت صدای بلندی نداره اولش. صدای موفقیت گاهی شبیه تایپ کردنه. گاهی صدای ورق زدن کتابه. گاهی فقط صدای نگفتنه به یه وسوسه. همه یه روزایی دارن که انگیزه دارن. همه ممکنه از یه ویدیوی انگیزشی انرژی بگیرن، ولی فقط یه تعداد محدود اون انرژی رو تبدیل میکنن به عادت. فقط یه عده میدونن که استمرار همون چیزی که نتیجه میسازه. تو لازم نیست همیشه با انگیزه باشی. فقط باید با تعهد بمونی. تعهد یعنی حتی وقتی حال نداری یه قدم کوچک برداری. تو روزایی که حال خوب نداری یادت بیار چرا شروع کردی. یه بذر رو تصور کن، کوچیک، بی صدا زیر خاک. اگه بهش رسیدگی بشه، نور و آب بخوره، چی میشه؟ نهال و بعد درخت. شاید چند ماه طول بکشه، شاید سالها، ولی اون بذر اگه حرکت کنه
حتما به یک جای بزرگی میرسه. تو همون بذری. الان شاید کسی نبینتت، شاید در سکوتی، شاید تنها، ولی اگه ادامه بدی با رشدت صدا در میاری. فقط یه چیز بین تو و آرزوهات ایستاده: شروع. فقط همین الان، همین امروز، یه تغییر کوچیک که شاید فردا تو عوض کنه.